اگر بعد از ابتلا به عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی و آنفولانزا دچار سرفه‌های شدید میشین، تا آخر این ویدیو با من باشید. من دکتر لیلا جوهری هستم، فوق تخصص آسم، آلرژی و بیماری‌های نقص ایمنی. خیلی از اوقات پیش میاد که بعد از ابتلا به عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی مثل آنفولانزا، مثل کرونا، مثل RSV یا مثل حتی یک سرماخوردگی، راه‌های هوایی دچار حساسیت میشن و فرد شروع میکنه به تنگی نفس و سرفه‌های خیلی شدید. توی این موارد ممکنه که حتی 2 تا 6 هفته این سرفه‌ها طول بکشه و واقعا فرد رو اذیت میکنه و فرد احساس تنگی نفس میکنه و حتی سرفه‌های شبانه که ممکنه که به خاطر سرفه‌ها چندین بار توی شب فرد از خواب بیدار بشه. البته یه چیزی رو یادمون باشه، بعضی از اوقات ابتلا به کرونا و عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی و حالا بعضی از انواع آنفولانزاها باعث میشه که فرد این حساسیت راه‌های هوایی رو حتی تا چندین سال داشته باشه و ما مجبور بشیم که تا یک مدت طولانی اسپری‌های تنفسی رو برای فرد استفاده بکنیم. برای درمانش اولین اقدام این هستش که خب اقدامات حمایتی انجام بدیم، یعنی اینکه حالا مایعات، مخصوصا مایعات گرم استفاده بشه که اون ترشحات پشت حلق رقیق‌تر بشه و خروجش راحت‌تر باشه، یا اون توی موقع حاد بیماری از بخور سرد استفاده کنیم که حالا خارج شدن ترشحات پشت حلق راحت‌تر باشه و حتی اگه بچه باشه با اون فیزیوتراپی تنفسی کمکشون کنیم که این ترشحات پشت حلق و کلاً خلط‌ها زودتر خارج بشه و خب فرد زودتر بهبود پیدا بکنه. بعضی از اوقات دانشمندان میگن که حتی موقع خواب هم اگر شده یک قاشق کوچولوی عسل رو بمکید، این کمک میکنه که اون گیرنده های سرفه کمتر تحریک بشن و حتی موقع خواب هم سرفه خب کمتر اذیتتون بکنه. یه راه دیگه این هستش که خب حالا از اون آنتی هیستامین ها و شربت های ضد سرفه، حالا مثل پروسپان، مثل دیفنیدرامین، اکسپکتوران، مثلا حالا نئوتادین، حالا داروهایی که آنتی هیستامین هستن میتونیم استفاده بکنیم که کمک میکنه به فرد که اون 2 تا 6 هفته رو بتونه راحت تر سپری بکنه. البته یه چیز دیگه یادمون باشه و اونم این هستش که باید حتما اجتناب بکنیم از محرک ها مثل دود سیگار، دخانیات، مواجهه با هوای سرد و خشک. خیلی این مثلا بچه است میره مدرسه 10 دقیقه مثلا میدوه توی مدرسه و این مواجهه پیدا میکنه با هوای سرد و خشک و میفته روی سرفه‌هایی که حتی ممکنه که منجر بشه که اینکه ما بخوایم پروتکل درمانی حمله های آسم رو براشون انجام بدیم. و بعضی از غذاها مثل چیپس، کاکائو، حالا فلفل، زنجبیل، دارچین یا مثلا بعضی از غذاهای تند، اینها هم خیلی باعث میشه که اون حساسیت راه‌های هوایی بیشتر بشه و سرفه‌ها بدتر بشه. و قدم مهمی که ما میتونیم برداریم این هستش که اجتناب بکنیم از این محرک ها که حالا اون راه‌های هوایی حساسیت خیلی زیادی رو نداشته باشه. البته یادمون باشه گاهی اوقات ممکنه که روی این عفونت‌های ویروسی یک سری عفونت‌های باکتریایی سوار بشن و فرد دچار عفونت گوش، گلو، عفونت ریه، عفونت سینوس، برونشیت و از این دست عفونت‌ها بشه و خب توی این موارد باید حتما به پزشکتون مراجعه کنید که اگر لازم باشه چک خوشکن‌ها و آنتی بیوتیک‌های لازم رو بتونیم براتون تجویز بکنیم. و گاهی اوقات هم این حساسیت راه‌های هوایی با این اقدامات حمایتی بهتر نمیشه. اون وقت دیگه ما توی این موارد مجبور هستیم که یک سری اسپری‌های تنفسی رو براتون شروع کنیم که خب حمایت بکنه از اون راه‌های هوایی و اون راه‌های هوایی که تنگ شده رو بتونیم گشادترش بکنیم و اون راه‌های هوایی که دچار التهاب شده رو بتونیم التهابش رو کم بکنیم. از اون داروهای حالا برای حمله‌های آسم مثل سالبوتامول میتونیم استفاده بکنیم و از اون داروهایی که التهاب راه هوایی رو کم میکنن مثل حالا کورتیکواستروئیدهای استنشاقی هم میتونیم استفاده بکنیم که این راه‌های هوایی التهابشون کم بشه و نفس کشیدن برای شما خیلی راحت بشه. از اینکه برای سلامتی خودتون کانال ما رو سابسکرایب میکنین ممنونیم.